سلام، نسیم هستم. به کانال من خوش اومدید. تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که به راحتی بتونید اعداد گنگ رو روی محور اعداد تشخیص بدید. پس تا انتهای ویدیو همراه من باشید. وقتی همچین مثالی دیدیم که میگه نقطه آ داره چه عددی رو نشون میده، اول میریم سراغ مثلثمون. من اینجا یک مثلث قائم الزاویه دارم که یه ضلعش یکه، این یکی هم چقدر؟ یک واحده، پس اینم یکه. پس میرم سراغ قضیه فیثاغورس. اگه اینجا x باشه میگم وتر به توان 2 برابر با یک ضلع به توان 2 به اضافه ضلع دیگر به توان 2 که میشه 1 به اضافه 1 مساوی 2. پس x2 برابر شد با 2. x میشه رادیکال 2. پس وتر این مثلث شد رادیکال 2. ما توی این مثال فرض میگیریم که یک پرگار بزرگ رو باز کردیم، نقطه سوزنش رو گذاشتیم اینجا و یک کمان زدیم. اگه این شعاع اون دایره باشه پس اینجا هم شعاع دایره است. پس اگه این رادیکال 2 از اینجا تا اینجا هم میشه رادیکال 2 با توجه به چیزی که به دست آوردیم. حالا میخوام بگم نقطه آ داره چه عددی رو نشون میده. هنوز کار من تموم نشده. نگاه میکنم ببینم مثلث قائم الزاویه من تیزیش کجاست. ببینید الان تیزی مثلث، منظورم تیزی قسمتی که رو محور هستش، یعنی این نقطه. روی چه عددیه؟ رو عدد 1 هستش. پس میگم 1 رو میذارم. مثلث هم به سمت چپ حرکت کرده یا راست؟ میدونم چپ اعداد منفی هن، راست اعداد مثبته. مثلث به سمت چپ حرکت کرده، پس منهای وتر رو میذارم رادیکال 2 یا این فرق نمیکنه، شعاع دایره رو میذارم. پس آ شد 1 منهای رادیکال 2. به همین راحتی.